خب سلام بچه‌ها، امروز اومدیم با آموزش CP گرفتن کالاف از طریق خود کالافه، یعنی نه از طرف چیت نه از طرف هیچی نیست. بریم به آموزش CP گرفتن. خب بچه‌ها، اول شما میایید، خب این دسته چپ رو میبینید، اولی نه دومی نه سومی دسته چپ نه راست رو میزنید، میرید توی اون بخش. خب اینو میاره براتون، بعد اون زرد رو میزنید. اون زرد رو هم که زدید، من الان هیچی ندارم، میرید توی شما میرید توی این بخش، شما همینطوری میزنید روی اون دکمه ها. اولین بار براتون نمیاره، باید بزنید روی اون دکمه ها و میاره براتون. اینا رو میاره و وقتی که میاره براتون مال مثلا دوم سومین روز میزنید براتون میاره. من اون ستا رو نگرفتم، شما هم مثلا بعضیا رو نگرفتید برید بگیرید، اونا رو میزنید روشون. از اینا من هیچی ندارم الان، بهتون میده و میتونی برای خودتون همینطوری گردونه بزنید، هی گردونه میزنید تا CP بهتون بده. بعد وقتی که CP بهتون میده، همه گردونه رو تموم میکنید. من گردونم رو تموم کردم و بازم میاد به اول، اون گردونه ها بازم میاد به اول و شما باز هم میتونید اون گردونه ها رو از بعدم بزنید، ولی اصلا CP هاتون هیچی نمیره. من هیچی ندارم، به خاطر این دیگه به همون نمیده. و مثل گردونه های CP دار، مثلا یه گردونه CP ها هست که میدید زیاد نمیشه، اون انرژی که داره زیاد نمیشه. و این جبه ها رو از پایین میبینید که لجن بهتون میده، نمیدونم 2 روزه یا 2 ساعتیه بهتون میده. خیلی جالبه و این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین که اونا هم CP بگیرن. یادتون نره سابسکرایب کنید و لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید و همینطور هم کامنت بذارید که براتون جواب میده یا نمیده. من همیشه خودم مطمئنم که جواب میده براتون و ممنون که این ویدیو رو دیدید. تا روز بعد، خدا.